شما با چی پیامی به تاجیکستان آمدید و چی ها گفتید به جانب تاجیکستان؟ پیغام ما در رابطه با هر مسائل مورد توجه اتحادیه اروپا رسانیده شد. از جمله ما گفتیم که تاجیکستان در بخش حقوق زنان به پیشروی‌ها، از جمله در بخش مبارزه با خشونت زنان دست یافته است. در جایی که از نظر ما باید انتقاد میشد، تنقید هم صدا داد. مشخصاً تنقید شما از چی عبارت بود؟ مثلا با باور ما و نظر به نگرانی‌های جامعه مدنی شرایط در تاجیکستان مشکل‌تر شده است. ما در این باره گفتیم ما از آن نگران هستیم که مردم حبس می‌شوند. اتحادیه اروپا در رابطه با سرنوشت حقوق‌شناس زندانی شده بزرگمهر یاروف بارها اظهار نگرانی کرده است و این دفعه ما این تشویش خود را تکرار کردیم. گفتیم که دادگاه به طرزی که باید برگزار میشد جریان نگرفت. ما میخواهیم که تمام این قضیه ها بازبینی شوند. در رابطه با شرایط در بازداشتگاه ها و استفاده شکنجه، تاجیکستان بعض تدبیرها را انجام داده، شرایط نگاهداشت در بازداشتگاه موقتی قبل از دادگاه را دیگر کرده است. ولی با این وجود حادثه های شکنجه انسان ها تکرار می شوند. ما گفتیم که پرونده ها در زمان نگهداشت بازداشت شده ها همه جانبه تحقیق نمی شوند. ما این مسئله ها را با لحن سازنده بیان کردیم و در جای ضروری مسئله های تنقیدی را هم مطرح کردیم. مکالمه اتحادی اروپا در شرایط واقعاً حساس سیاسی تاجیکستان میگذرد و فعالان حقوق بشر وضع تاجیکستان را در رابطه با آزادی‌های سیاسی مرکب ارزیابی می‌کنند. بهای شما از این ملاقات با مقامات چی است؟ اگر شما مقامات را شنیدن خواهید، باید از آنها سوال کنید. ما در این نشست مخصوص قضیه جناب یاروف را مطرح کردیم که در نهایت امر یک وکیل دفاع چند عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. او به همین خاطر هم پشت پنجره رفت. این حادثه به آبروی نظام دادگستری لطمه میزند. این قضیه ها حقوقشناسان دیگر را وادار میکنند که از حمایت پرونده های حساس خودداری و مردم هم نمیتوانند برای حمایت خود به وکیلان مورد نظر خود مراجعت کنند. این یک مشکل جدی است. اگر تاجیکستان میخواهد که در مورد دسترسی مردم به دادگاه‌های آزاد و عادلانه موافق به عهده‌داری‌هایش عمل کند، این کار مهم است که باید انجام شود. حقوقشناسان نباید برای حمایت از حقوق مشتریانشان زندانی شوند. وکیلان فقط کار خود را انجام می‌دهند و به این چیز باید احترام قائل شد. این برابر با مرافعه‌های آزاد و عادلانه خیلی مهم است. آیا مقامات تاجیکستان آماده هستند که برخوردشان را با مشکلات حقوق بشر بازبینی کنند؟ بهار سال 2016 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مسائل آزادی بیان از تاجیکستان دیدن کرد. خوب است که تاجیکستان او را دعوت کرد. ما از مقامات پرسیدیم که مشورت‌های او را چگونه پیگیری کردند. ما از تاجیکستان دعوت می‌کنیم که گزارشگران ویژه دیگر را نیز به کشور دعوت کنند. یک دعوت ما این است که حکومت تاجیکستان در جلسه های دفتر حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو اشتراک کند. تاجیکستان امسال در این نشست شرکت نکرد. این هم ارزش های عمومی هستند که همه ما آنها را ارج می‌گذاریم. ما با مقررات و ارزش های سازمان های بین المللی و منطقوی مثل سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا راضی هستیم. از شنیدن این خبر که مقامات تاجیکستان در نشست دفتر اینستیتوت‌های دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو سال آینده اشتراک می‌کند، روح بلند شدیم. از این خاطر مکالمه امروزه خیلی مهم است. خوب است که ما توانستیم این مسئله ها را مطرح کنیم و پاسخ مقامات تاجیکستان را دریافت کنیم. شاید نه همیشه پاسخی که میشنویم آن است که ما شنیدن می‌خواهیم، ولی این یک مکالمه و یک جریان است. باور دارم که با حفظ این همه ما به نتیجه دست می‌یابیم. تشکر برای صحبت.